اینجا استودیوی مرکزی رادیوی آزادی است و در 15 دقیقه بعدی شما رو با توضیحات تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 16 می در برنامه اخباری آزادی این موضوعات رو داریم. در کلوب چند جوان را برای فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین بازداشت کردند. آنها به تندگرایی متهم می‌شوند. جان تاکسیرانها در عذاب، تلاش برای به تنظیم آوردن حرکت تاکسی ها و یا از بین بردن رقابت سالم. سرسام و سرگردونی اینا چند هزار آدم اینجا قریبا این کارون شده که اوخی هیچ که هیچ کنه میدونه از سوال نه جواب باید اینجا. و نمایشگاه بین‌المللی عظیم کتاب در تهران با شرکت تاجیکستان و امسال با قیمت‌های بلند. مشکل فقط خرید است، یعنی خیلی‌ها میان دوست دارن کتابو بخرن ولی با حسرت میذارن سر، چون واقعا قیمت‌ها بالاست. مقامات انتظامی کلوب نو ساکن یک دهه را با اتهام افراطگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحن حکومت تاجیکستان، دستگیر کردند. یکی از نزدیکان این 9 نفر از دهه خانه آبادی جماعت دهنه امروز به رادیو آزادی گفت که بازداشت این افراد نیمه شب 14 به 15 می صورت گرفته است و همه آنها به تندگرایی متهم می‌شوند که جزای سختی دارد. مقامات رسما در این باره خبری ندادند. محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و صاحب وبسایت اصلاح است و حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید میکند. صحیفه های او را دادگاه عالی افراطی اعلان کرده است و به ضد خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز نمودند. یک گزارشگر سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست که رخشانه حکیم و خبرنگار زندانی را فوراً آزاد کند، چون محاکمه او با قانون شکنی و مخالف با معیارهای بین المللی صورت گرفته است. مری لاولور، گزارشگر خاص سازمان ملل برای حامیان حقوق انسان، روز 15 می در صحبت با رادیو آزادی از حکم زندانی رخشانه حکیم و اظهار نگرانی عمیق کرد و گفت که او ناحق به سالهای طولانی زندان محکوم گردیده است. یک مایه نگرانی اساسی این است که ما نمیدانیم تا کجا اتهامات بر ضد او درست است، زیرا ما در تاجیکستان شاهد آن هستیم که چگونه محاکمه را پنهان برگزار میکنند. محاکمه ناعادلانه مایه نگرانی است. در پرونده او مثلا به او تا چند ماه نگفتند که به چی متهم می شود. او را از دسترسی به پرونده محروم کرده بودند. وکیل دفاعش حتی نسخه حکم را نداشت یا پس از اعلان حکم اجازه ملاقات با او را نداشت. این محاکمه های پسی درهای بسته که در تاجیکستان رسم شده است بسیار ناعادلانه اند و با معیارهای بین المللی مطابقت نمی کنند. مری لاولور همچنین به رادیو آزادی گفت به اعتبار نگرفتن سرنوشت 2 طفل رخشانه حکیم و که یکی نوزاد است بی‌وجدانی و کار نادرست می باشد. محکوم کردن مادری جوان 2 کودک خردسال به 8 سال دراز زندان واقعا دلرش کننده است. جدا کردن طفلان از مادر خود بسیار سخت است و بر علاوه این اجازه ندادن کودکان به دیدار مادر را نباید به کسی روا دید. روا دیدن این کارها برای آنهایی که از حقوق دیگران حمایت میکنند بی‌وجدانی و غیر انسانی است و درست نیست. حامیان حقوق باید حق داشته باشند که فعالیت صلح‌آمیز و قانونی خود را بی یگان تعقیب انجام دهند. اگر آنها را محاکمه میکنند باید در دادگاه مطابق با معیارهای بین المللی و عادلانه محاکمه کنند که حتما نشان میدهد که کارشان قانونی و صلح‌آمیز بود و آنها را باید آزاد کنند و همین حالا. دادگاه عالی تاجیکستان رخشانه حکیم و را ماه فوریه امسال با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد، اگرچه خودش گفته است که هیچ گناهی ندارد. پرونده او بخشی از پرونده وسیع جنایی بر ضد چند منصبدار سابق و سیاستمداران شناخته تاجیکستان است که آنها را هم به کوشش تبادلات دولتی گناهکار دانسته به سالهای دراز زندان محکوم کردند. خود آنها و وکیلانشان گفتند که اتهامات بی اساس است و آنها را به یگان گناهی به زندان انداختند.
چند روز می شود که زیومی عظیم در نزد مرکز مهاجرتی ساخر و در شهر مسکو جمع آمدند چون توسعه ماهی دیگر مهلت قانونی کردن اقامت کار در روسیه برای خارجیان به پایان می رسد. برای همین همه روزه هزاران مهاجر ساعت‌های دراز و گاه زیر باران و آفتاب سوزان نوبت می پایند و بعضی بی پتنت و اجازه کار و اقامت و با دست و پای شکسته به خانه برمیگردند. چندین کاربر رادیو آزادی با فرستادن ویدیو از نزد مرکز ساخر و نقل کردند روز 15 می در نتیجه تلاطم و بی‌بندوباری پای و قبرغه‌های چند مهاجر از جمله زنان تاجیک شکست. از این پیشتر در صبح روز 8 می یک مهاجر تقریباً 40 ساله تاجیک هنگام نوبت پایی در نزد ساخر و فوت دیده است. مصاحبان ما گفتند او بیماری قند داشته است و چند روز پای هم برای گرفتن پتنت می آمده است. با وجودی از پای افتادن بیمار کسی یاری تاجیلی را دعوت نکرده است. در نزد مرکز مهاجرتی سنت پترزبورگ عین احوال بوده است. به خارجیان و بخصوص مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند مهلت دادند که تا 10 سپتامبر سندهای خود را درست کنند و یا از این کشور بیرون شوند. در عکس حال بازداشت شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. روزهای اخیر نگرانی رانندگان شرکت‌های تاکسیرانی در تاجیکستان از احتمال بیکار ماندنشان بیشتر صدا می‌دهد. رانندگان میگویند از بانک‌ها قرض گرفته ماشین خریدند تا روزشان را از حساب تاکسیرانی پیش برند، ولی مانع‌های به مثل دراز نشدن شرطنامه کاریشان از سوی شرکت‌ها باعث شده است که به شرکت اکو تاکسی یا معروف با 90 مراجعت کنند، چون که حکومت محض به همین شرکت برای قبول کارگر کوتای بیشتر داده است. چون این وضع به بازار تاکسیرانی چه پیامدهایی دارد و مشکل اصلی رانندگان چیست؟ علیشیر ظریفی و امیر اسویف گزارش می‌دهند. نوبت پایی پشت در شرکت اکو تاکسی یا معروف با 90 برخی از این رانندگان نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت‌های تاکسیرانی ادامه دهند و مجبور شدند به اینجا آیند. افراد می‌خواهند ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسیرانی پولش را برگرداند. برای پدویک ماشین یک 4 شیت میره میبیم هیچی ماینس سرسام سرگردونی اینا چند هزار آدم اینجا گفتم قریبا این کارون شده که اوخی هیچ کنه میدونه از سوال نه جواب باید اینجا نفهمیده میره میبینم خیلی کو میگم میگن صورت گیس میبرن صورت میگیرم میگم ماشین میبینم ماشین نیست هیچ نفهمیده. چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در اکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشان میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت‌های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه‌های کاریشان را در دیگر شرکت‌ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسیرانی موجود است. از میان شرکت‌ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کواتا را به اکو تاکسی داده است. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولیای بازار را به میان آورد. اگر 90 فرض کردیم دویمو امتیازهای زیاد پیدا کند و خراجات‌های او کمتر شود، البته امتیاز و امکانیت‌های او وسیع‌تر میشود. البته رقابت ناسالم میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت‌های تاکسیرانی دخالت کند و ضرر رساند. کسی از نمایندگان اکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت اکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعت‌های بیشتر به آنها و بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت‌هاست. به قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت‌های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده، احتمال برخی شرکت‌ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت‌ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3 تا 3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی‌های آنها برقی است. در اداره‌های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. نه ولمس رمان کرد تخپاس تا بیور میگه ای تلفنش دیدسته میگه که کدوم میگه دوید مس هستین راست برن میگه شرکت 90
دیگه میگه گایی номера мега ширкат 90 медурем. 3 ҳафта пеш баъзе аз ронандагон шикоят карда буданд ки пас аз баркандани рақамҳояшон аз нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ мепурсанд ки акнун чӣ кор кунанд ва дар посух мешунаванд ки ба ширкати 90 равед. маълум нест соҳиби ин ширкат кист. тибқи иттилои дарёфтии радиои озодӣ ширкатҳои таксиронӣ дар душанбе тақрибан 8000 такси доранд. теҳрон пойтахти ҷумҳурии исломии эрон имрӯзҳо мизбони намоишгоҳи байналмилалии китоб аст. намоишгоҳи азиме ки садҳо ноширу нашриёт аз ҷумла аз тоҷикистон дар он ҷамъ меоянду китобҳои худро ба фурӯш мегузоранд ва на камтар аз 2 миллион муштарӣ ҳам дорад. имсол шикоятҳо аз қимати китоб дар намоишгоҳ зиёд ба гӯш мерасад. ҳамкорам тоҳири сафар дар ин бора гузориш медиҳад. هر سال در این فصل دوستداران کتاب از سراسر ایران به نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران می‌ریزند. تاکنون بیشتر از 2300 ناشر برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کردند. ناشران عراق و لبنان، افغانستان و ترکیه و آلمان و تاجیکستان هم در اینجا هستند. نمایندگی نشریات عظیم آلمانی اسپرینگر هم کتاب‌های خود را آورده است. از تاجیکستان 400 نامگوی کتاب‌های تازه نشر از جمله آثار کلاسیکان تاجیک و فارس به مثل رودکی و فردوسی و کتاب‌های میرزا ترسونزاده، لایق شیرعلی، مومن قناعت، گل رخسار به نمایش گذاشته شده است. با باز شدن این نمایشگاه در ساعت 10 به وقت تهران دانشجویان، خانواده‌ها و دوستداران کتاب خود را به غفره‌های کتاب فروشی می‌زنند و می‌جویند و با مؤلفان صحبت می‌کنند و بوی کتاب‌های نو چاپ شده را می‌شمند. آدم دوست داره کلا بین کتابا اون بوی کتابا، اون آدمایی که مربوط میشن به انتشارات، حتی اون خریداراش، اهل علمی رو که اینجا آدم می‌بینه، یه انرژی ازشون، انرژی خوبی آدم ازشون می‌گیره. حال آدم خوب می‌کنه. با وجود این همه شور و شوق، ناشران با مشکلات جدی روبرو هستند. قیمت‌ها بالا رفتند، طلبات هم کم شده است. حسین جاوید یکی از ناشران میگوید فناوری‌های نو یک سبب دیگر است. بیشترین مشکلی که ما باش مواجهیم مشکل بیرونیه که حالا خیلی مختص کشور ما هم نیستش. اصولاً با توجه به اینکه ابزارهای جدیدی برای دریافت دانش، برای سرگرمی و برای مطالعه شکل گرفتن، طبیعتاً تعداد مخاطب‌های آثار مکتوب از قبیل کتاب، حالا مجلات، روزنامه‌ها کمتر شده. این بخش عمده مایی که خب کاهش مخاطبمون محسوب میشه و دیگر مشکلی که ما داریم خب مشکل گرانی کتابه که حالا صرفاً گریبان مخاطب کتاب رو نمیگیره، عرضه کننده هم همیشه از گرانی آسیب میبینه. به این دلیل قیمت کتاب سالهای اخیر بالا و بالاتر می رود چون ایران در پنجه تورم بلند و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی بین المللی است. حالا میلیون ها کتاب هم در اینترنت دسترس است و آنها را می توان در تلفن و تبلت و دیگر ابزارهای الکترونیک خواند. با این هم توجه به کتاب‌های معمولی زیاد است. کتاب یه چیزی هست که واقعا عشق و علاقه از به اصطلاح لمس کتاب یه حس جدایی داره. درسته که اون مسائل آنلاین و کتاب‌های صوتی هم جذابیت خودش رو داره، ولی به نظرم هیچ وقت نمیتونه جایگاه اصلی کتاب رو و اون فیزیک کتاب رو تو دستای ما پر کنه و اون لذت رو به ما منتقل کنه. عشق و علاقه به کتاب برای خریدن آنها کافی نیست. نویسنده خوب داریم ولی مشکل قیمت هاست. یعنی قیمت ها هر سال نجومی میره بالا. مشکل فقط خرید است. یعنی خیلی‌ها میان دوست دارن کتابو بخرن ولی با حسرت میذارن سر، چون واقعا قیمت ها بالاست. علیرضا سیف همچنین نگران تاثیر فناوری‌های نو به کتاب میباشد. تو 5 سال آینده ما با کتابای سر و کار خواهیم داشت که هرچقدر هوش مصنوعی بهتر بشه که ترجمه و تالیفش کار هوش مصنوعیه. اینم چالش جدیدیه. نمایشگاه 36 بین المللی کتاب فجر که روز 7 می آغاز یافت تا روز 17 می در مسجد امام خمینی، یکی از مسجدهای عظیم در مرکز تهران، ادامه می‌کند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر برای همراهی. اگر خبر و گزارش‌های بیشتر می‌خواهید پس از وبسایت ما azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام استفاده کنید. اگر شما نیز شاهد حادثه جالبی شدید ما را در جریان گذارید. در 2 روز آینده استراحت خوب داشته باشید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانتان.